اینجا چواندازم هم شتگی هستن. من در رساله اسبا یک چیز گفته بودم. اصلا برنامه تلویزیونی بود. استاد ما سید عمر سلطان پیر ژورنالیست هم هستن. خودشون سابقه کاری ژورنالیستی هم دارن. با توصیه ایشان بعضی وقت ما هم عضو اتفاق ژورنالیست های تاجیکستان هستیم و با هدایت ایشان برنده مکافاتی به نام لاهوتی هم شده بودیم. من یک صحبت تلویزیونی در رساله اسبا داشتم. اصلا این اشعار بزرگان از بزرگان شنیده بودیم. نشان سفیدی بود سوی چپ، سواری شهان عالی نسب. نشان سفیدی بود سوی راست، بگیردش نگردی که مالی بلاست. سمندی یال دمسیهی بینشان، اگر میسر شود بر سرش زر فشان. سمند یال دمسیهی خالدار، من از آهو نگذرم بیمار. و منظور من یک سخن رو ابراز داشتم بود که به اجازه استادم از جان خیستن به طرف بابایشان نگاه کرده یک سخن بگویم. 85 سالگی استاد آمده نتونسته بودیم، نصیب بوده دیگر جا، لیکن رای دورتر هم که بودیم فرستادم آمده بود از جانب ما تبریک عبد استاده. حاضر اینجا بچه های یاشو میبینم در خدمت کرده ایستاده. شکرانه خدا را میکنیم که همین خیل فرزندهای خدمتگار داریم. یعنی همین خیل نسلی هست که قدر کلان سالا رو میدانن. لیکن متاسفانه باز گروه جوانانی هست که از بوی سفیدان میگریزند، از خدمت دور هستند. یک چیز را فراموش نکنند که رسول خدا میگفت من خدمه خودیمه، شخصی خدمت کند خدمت مییابد. تو دانی که سعدی بزرگی از چی یافت، نه هامون نوشت و نه دریا شکافت. بخوردی بخورد از بزرگان قفا، به پیری بیافت در بزرگی صفا. رباب به دستا اگر یکم تشبیه خیزم، من در نصیحت جوانان یک چیز گفتنی بودم، امو را به سمت جوانان برسانیم. جوانان عزیز، به ابتکار رهبر دولت این سال 2017 سال جوانان اعلام شده است. معنای گپ همین است که جوانان ما ایجادکار باشند، عالم باشند، فاضل باشند، کامل باشند. یک گوشه وطن هم مثل من نجم‌الدین جان آباد کنند. یک گوشه وطن آباد کردی گویا وطن همش آباد کردی. شما میبینید فرزندان عزیز، لیکن متاسفانه فرزندانی است که خیلی اونها از خدمت دور هستند. گروهی کم هستند، کم هم باشند بیغم نیستند. پدر با پسری گفت به قهر که تو آدم نشوی جان پدر. حیفیان عمر که ای بی سر و پا، در رهی تربیتت کردم صرف. دل فرزند از این حرف شکست، بی خبر از پدرش کرد سفر. دل فرزند از این حرف شکست، بی خبر از پدرش کرد سفر.
رنج بسیار کشید و آخر زندگی گشت به کامش چو شکر. بعد از آن دولت و والایی یافت، حاکمی شهر شد و صاحب زر. چند روزه بگذشت و پس از آن امر فرمود به احضار پدر. پدرش آمده از راه دراز نزد حاکم شد و بشناخت پسر. پسر از غایت خودخواهی و کبر نظری کرد به سراپای پدر. گفته بودی که تو آدم نشوی، تو کنون حشمت و جاهم بنگر. گفته بودی که تو آدم نشوی، تو کنون حشمت و جاهم بنگر. پیر خندید و تکان داد سرش، گفت این نکته برون شد از در. من نگفتم که تو حاکم نشوی، گفتم آدم نشوی جان پدر. در هر کجا نباشیم فرزندان عزیز آدم باشیم. آدمی را آدمیت لازم است، عود را بویش نباشد هیزم است. فرزند اینجا تواضع میکرد، برد میکرد، دست پدر را میبوسید، رضای خدا را در میافت، لیکن خدا او را هدایت نکرده بود. پس فرزندان عزیز بدون رضای پدر و مادر به جنت کس داخل نمی شود. جنت که رضای مادران است، در زیر قدوم مادران است. خواهی که رضای ما بیابی، آن کن که رضای مادران است. ما با همین نزدیکی سفری هند داریم، بعضی آثار میرزا بیدی را کافت کردیم، بعضی امیر خسروی دهلوی کافتیم. از امیر خسروی دهلوی در بزرگداشت مادر یک رباعی یافتم، بس هم که شما جوانان عزیز میرساندم. به پدر میتوان گشت معلوم، چون مسیحا ز مریم معصوم. لیک به مادر خجسته وجود، ولدی را نگفته کس مولود. پروردگارا آن کن که ما رضای پدر و مادر دریافته باشیم. امروز معرکه استاد سید عمر سلطان معرکه نصیحت بود، درس عبرت بود. حاجی حسین دبستان عبرت دارد که بالای استاد بار نگاه کرده بودیم. دبستان عبرت، این دنیا خودش دبستان عبرت است. از استاد رودکی در این معنی یک چیز میگفتم که گفته های حاجی حسین مملو و سرشار از گفته های استاد رودکی است. اینجا در دبستان عبرت این جهان را نگر به چشم خیرت، نبدان چشم کندرو نگری. همچو دریاست از نکوکاری، کشتی ساز تا از آن گذری. اولی همین کلمه های کشتی بسیار خواجه حافظ کار میفرماید یا دیگرها، اینا مقدمش از استاد رودکی هستند. بر کشتی عمر تکیه کم کن، که نیل نشیمنش نهنگ است. استاد رودکی میگوید. بعد خواجه حافظ لسان الغیب پیروی میکند. کشتی شکستگانم ای باد شرطه برخیز، باشد که باز بینه دیدار آشنا را. بالای اشعار خواجه حافظ ترجمان های او یک بزرگ را پرسیدند که کشتی نشستگان بخوانیم یا کشتی شکستگان بخوانیم.
این عارف بزرگ آه کشیده به سوی سوال کننده ها نگاه کرده میگوید بعضی شکسته خوانند، بعضی نشسته خوانند، چون نیست خواجه حافظ معذور دار ما را.